بینندگان عزیز، شبکه آسیا مرکزی برنامه اطلاعاتیش را حسنی آغاز می‌بخشد. با شما در استودیو من ملوین منظر و قرار دارم و حالا برایتان مهمترین سرخط اخباری روز را پیشکش می‌نمایم. پیام تبریکاتی رئیس جمهور بخشیده به عید قربان. هدایت‌های نوری یکی از بنیادهای اساسی تندروی و افراط‌گرایی است. حمایت سازمان همکاری شانگهای از عملیات مخصوص علیه گنرال نظرزاده. دختر نابالغ را مجبوراً به شوهر دادند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قصد حمله به کمیته امنیت، فرودگاه و تلویزیون داشت. پیام تبریکاتی رئیس جمهور امامعلی رحمان به کل مردم شریف تاجیکستان بخشیده به عید باشکوه مسلمانان دنیا که سراسر مردم مسلمان هر سال این عید را جشن میگیرند، یعنی عید قربان بیان نمود. در این پیام تبریکاتی رئیس جمهور کل مردم کشور را تبریک نموده برکت و سعادتمندی را از درگاه خدا در این روز نیک، روز سعید به کل خاندان مردم تاجیکستان تمنا داشت. همچنین رئیس جمهور تاکید کرد که عید قربان را در تاجیکستان با یک مهر و محبت، آرامش و آسودگی جشن میگیرند. رئیس جمهور ابراز داشت که در این روز نیک غمخواری به یکدیگر، کمک به عائله‌های کمبزاعت و دست مدد به پیرانسالان را هیچگاه از خاطر نبرآورده همیشه ثوابجو و با تمکین باشید. رستم عزیزی معاون راهبر مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان پیروان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در ناآرام ساختن فضای سیاسی کشور متهم نموده ادعا کرده است که محض اندیشه و هدایت‌های سید عبدالله نوری یکی از بنیادهای اساسی تندروی و افراط‌گرایی در صفحه پیروان اندیشه نهضتی میباشد. رستم عزیزی در مطلبی که خبرگزاری دولتی خاور آن را نشر کرده است، حادثه های اخیر تاجیکستان را بیانگر انتقال عقیده های تندرو و مرحله تطبیق عملی عنوان کرده است که به قول او در نتیجه کوشش های بعضی ناخلف ها برای ناآرام کردن حیات آسایشته در جمهوری ما شاهد خونریزی و تلفات جانی گردیدیم. معاون راهبر مرکز اسلام شناسی تاجیکستان نوشته است: تحلیل واقعه های اخیر تاجیکستان نشان می‌دهد که در حقیقت نیروهای خرابکار و اعضا و هواداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناآرام ساختن فضای سیاسی تاجیکستان دست داشته فعالیت منبع این نهاد را همچون حزب سیاسی زیر سوال میبرند. ظهور این گونه عملهای نامطلوب از کارشناسان و تحلیلگران تقاضا می‌نماید که ریشه و سرچشمه‌های اعتقادی، ایدئولوژی، اجتماعی و مالیوی آن را بیاموزند. نشر مطلب یک مقام بلند مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت در حال است که روز 17 سپتامبر دادستان کل محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در همدستی با گنرال فراری عبدالحلیم نظرزاده متهم کرده از بازداشت 13 عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به همین جرم خبر داد. با گمان من این نوشته ها یا این صحبت های مسئول دولتی دوام همان گفته و نوشته و خوانده و اظهارات پخش شده بعد از قبول پروتکل 3220 می باشد. چون که دقیقاً فشارها بعد از رو زدن همین پروتکل نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شروع شد. البته قبلا هم بودن فشارها، بالای حزب همه وقت فشار بود، ولی اظهارات ها، فعالیت های ضد نهضتی شروع شدن دقیقا بعد از پخش همین قبول پروتکل 3220. اون که آقای مسئول دولتی اسمش هم یادم رفت، آقای رستم کسی هست و اینا اصلا فکر نمیکنن که چی دارن میگن، چون که استاد نوری خدا بیامرزد ایشانه، خدا روح ایشان از مرشاد بگردانه، یکی از جانبهای صلح بودند. ایشان یکی از کسانی بودند که دستشون را دراز کردن به سوی حکومت و به سوی آقای رحمان به خاطر ننگ و ناموس ملی، به خاطر که ملت یک پارچه، به خاطر که ملت متحد باشد، به خاطر که گریزه ها به تاجیکستان گردن. حتی من شاهد این صحبت بودم. در جای در ایران در یک مخوری گفته بود که آرزوی ما و هدف اساسی ما برگرداندن مردم به کشور می باشد. یعنی هیچ هدف سیاسی، اقتصادی یا خارجی دیگر استاد دنبال نمی کردن و به هر پیشنهادی که حکومت آقای رحمان میکرد راضی بودن.
فقط به یک خاطر، به خاطری که صلح باشد، صلاح باشد، به خاطری که مردمان گریزه تاجیکستان برگردند به وطنشان سکون شود. کمیته اجرایی ضد تروریستی منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای مقرش در تاشکند از عملیات ویژه مقامات تاجیکستان علیه گروه گنرال عبدالحلیم نظرزاده حمایت کرده است. دفتر مطبوعات این نهاد گفته است کمیته مذکور از عملیات ضد تروریستی نهادهای با صلاحیت تاجیکستان که هدف آن تامین صلح و ثبات در منطقه بود حمایت می‌کند و اظهار می‌دارد که آماده است تا همکاری‌های نهادهای مربوطه کشورهای عضو این سازمان را تقویت بخشد. تاجیکستان، روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان عضو سازمان همکاری شانگهای هستند. بلاروسیا، مغولستان، هندوستان، ایران، پاکستان و افغانستان در این سازمان مقام نزاع را دارند. در پی عملیات مخصوص 12 روزی مقامات تاجیکستان علیه گروه سابق معاون وزیر مدافعه بنا به اطلاع رسمی دادستان نیکول 25 نفر تروریست نابود کرده شد. 125 نفر عضو گروه تروریستی و هم مسلکان آنها از جمله 28 نفر با همکاری فعالان اهالی محلی معین و دستگیر کرده شدند. این نهاد روز 17 سپتامبر گفت در این عملیات 14 خدمتچی مقامات حفظی حقوق هم جان خود را از دست دادند. دادگاه شهر دوشنبه زینب بی سفر و یک شهروند تاجیکستان که دختر 11 سالش را اجباراً به استثمار شهوانی در اختیار تاجر چینی عبدالله عبداللهی داده است به 29 سال و 8 ماه زندان محکوم کرده است. طبق اطلاع مقامات سفر و برای به شوهر دادن دختری به سن 14 نرسیده و قلابی در حجم کلان گناهکار دانسته شده است. همچنین عبدالله عبداللهی را که دست زدن به تجاوز دختر نورس عیبدار دانسته شده به مهلت 18 سال از آزادی محروم کرده شد. با اطلاع منبع محکوم شده از سال 2008 مانع تحصیل دختر شده. ماه آگوست سال 2010 در شهر دوشنبه یک خانه را به اجاره گرفته دخترش مژگانه را به عقد نیکوی عبدالله 35 ساله درآورده است. در نتیجه مژگانه حامله‌دار می شود و مادر و شوهرش او را در تولدخانه رقمی 1 شهر دوشنبه وادار به اسقاط حمل می کنند. سفر و اینچنین در آن عیبدار دانسته شده است که با روی قلابی به باوری شهروندان سلیم دودوف، قاسیموف، مصطفی قولوف، دلمراد قرغون، یحیی سمی و سیمیلیازیان کایمو در آمده طی سالهای 2012-2013 از آنها زیاده از $1 میلیون گرفته است. با قرار دادگاه او موظف شده است این مبلغ را برگرداند و در حجم 1000 نشان دهنده برای حسابها جریمه سپارد. اصلا این تاریخ من آشنا شدم که 2-3 سال البته این در این باره ما آگاهی داشتیم. با فکرم اگر خطا نکنم این در همین ولایت شغل آغاز شده بود. بعد همین بسترچه‌اش رو با شوهرش گریم در این ناخونک شهروند چین مجبورن به نیکوی یعنی عبداللهی در آورده بود. همون وقت هم سر صداها بلند بود. اصلا ما امروز اگر از هم جهتی دینی و هم دنیوی اگر گیریم این یک اصلا دو است برای زن مسلمان که بهر پول و مال دنیا گویم فرزند نابالغ خود را به یک شهروند چینی به شوهر دادن بر عوض مبلغ پولی و قرض حساب برابر کنی قرض اصلا این عموما غیر منطق است. از تمام گویم ارزش‌های انسانی بیرون است. لیکن ما پور این زن را محکوم هم کرده نمیتوانیم چون ما امروز نمیدانیم که وای در چی احوال است. شاید نمیدانم شاید کمبغلی، شاید بیپولی، قرضداری، مفلس شوی در فعالیت سازگاری به این آورده رسانده است و مجبور به این کار دست زده است. امروز به همه معلوم است که جای کار نیست در کشور. مردم بهر دریافت یک بوتنان به همه کار می روند. لیکن نه وابسته از این من فکر میکنم که اصلا عمل این زن یک غیر انسانانه است. پیش از همه او زن هست، مادر است. میتوانید مثلا
یک بوده نون در دیگر جای یابد با روی درست و مهنتی حلال. لیکن این یک شرمندگی است. این از اصلا ادب و اخلاق بیرون است که وقتی که بهر پول و مال این دنیا فرزند خودش رو به یک خطای به یک مردی که چند سال از کلان است بود خودش در نکاحی همون مرد بود. حالا در مورد این مرد ما میدونیم که نسبت همین مرد هم نیست برای تجاوز به ناموس یعنی دفترچه حکم سود موجود است. تماشاگران گرامی، حالا فرصت خبرهای دیگری منطقه به طور مختصر منظور شماست. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین اسلوف جهت اشتراک در کارهای جلوسی 72 اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد که از 21 سپتامبر تا 5 اکتبر برگزار می شود، دیروز عازم شهر نیویورک شد. بنا به معلومات دپارتمنت اطلاعات وزارت کارهای خارجه جمهوری، در جریان سفر سراج‌الدین اسلوف به شهر نیویورک، دیدار و گفت و شنیدهای او با وزیران کارهای خارجه یک قطار کشورها در نظر است. سفارت تاجیکستان در پاکستان با دریافت جایزه ارکیسی The Best Foreign Mission Award for 2015 مشرف گردیده است. از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع دادند که این جایزه با قرار شورای اداره‌کنی پالاتای سودا و تجارت راولپیندی پاکستان برای رشد مناسبت‌های دوجانبه در سمت تجارت و همکاری‌های اقتصادی تقدیم گردیده است. ماه آگوست سال روان شماره مهاجران کاری تاجیکستان که برای کارجویی به خارج کشور عزم سفر می‌کردند بیش از 22% کاهش یافت. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، ماه گذشته تاجیکستان را به خاطر دریافت کار در خارج مملکت بیش از 45,008 نفر ترک کرده است. به اطلاع منبع دوامی 8 ماه سال 2015 حدود 430,000 نفر شهروندان تاجیکستان مهاجرت کاری در خارج کشور را اختیار نمودند. مقامات تاجیکستان ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در تعرضی حمله‌ها به کمیته امنیت، فرودگاه، شبکه اول و دیگر بناهای مهم دولتی متهم می‌کند. طبق نواری که مقامات طریق شبکه‌های دولتی شام 21 سپتامبر نمایش دادند، گویا ضمن بازجویی اتاق‌های مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله اتاق نایب اول رئیس حزب سید عمر حسینی خریطه‌های بناهای مهم دولتی دریافت شدند. در گزارش از جمله عکس‌های نهادهای دولتی که از ماهواره گرفته شدند نمایش داده شدند. مقامات تاجیکستان اینچنین متن مراجعتنامه را نشان دادند که در زیرش ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نوشته شده است. طبق این مراجعتنامه گویا ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اعضای و جانبدارانش طلب کرده است که برای چند روز دیگر صبور باشند و بعدا می توانند به صف آنها علیه رژیم رحمان پیوست شوند. این مراجعتنامه در حالی است که دادستان کلی تاجیکستان 17 سپتامبر از بازداشت 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اطلاع داده آنها را در همدستی به گروه حاجی علی متهم می‌کند، اما با گذشت 6 روز عیبنامه رسمی علیه آنها اعلان نشده است. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه اطلاعاتی امروز رسیدیم. سعادتمندی و پیروزی شما آرزوی همیشگی ماست. خداحافظ.